دوستان سلام، حالتون چطوره؟ میدونین تفاوت گوجه های محلی با گوجه هایی که معمولا استفاده میکنیم توی چیه؟ دیروز رفته بودم خونه عمومینا، زنمون بنده خدا رفت از توی باغ این گوجه های محلی و برام چید و گفتم با اینا چی درست کنم. یاد واویشکا و خاطراتش افتادم که میخوام امروز براتون یه واویشکای گیلانی با مرغ درست کنم. واویشکاها توی گیلان به روش‌های مختلفی درست میشن، با گوشت چرخ کرده، با گوشت تیکه‌ای، حتی با دل و جگر. ولی امروز ما می‌خوایم واویشکای مرغ درست کنیم و همه نکاتش رو بهتون بگم تا شما هم درستش کنید و لذتش رو ببرید. حالا اگه شما یه عالمه گوجه محلی داشته باشین، باش چه غذایی درست می‌کنین؟ قبل از اینکه بریم سراغ آموزش واویشکای مرغ گیلانی، بریم مقدار مواد لازمش رو بهتون بگم. برو بریم. اگه میخوایم واویشکای اصیل گیلانی رو برای 4-5 نفر درست کنیم، به این مقدار مواد لازم نیاز داریم. مرغ نیم کیلو که بهتر محلی باشه. سیب زمینی اختیاریه. نیم کیلو گوجه محلی میخوایم. 1 قاشق رب گوجه فرنگی، آبگوره یا آب نارنج نصف فنجون، 2 تا پیاز متوسط میخوایم یا یه پیاز خیلی درشت و فلفل سیاه و نمک و زردچوبه. حالا بریم برای درست کردن واویشکای اصیل گیلانی با مرغ. برو بریم. من یه زنمو دارم، هر وقت میخوام برم خونشون میگه بنام نهار بسیار هسته میریزم ایتا واویشکا تلا چکونم ده. بعد 3 سوته پیاز خلالی رو با حرارت کم تفت میده تا طلایی شه، زردچوبه میزنه و 2 دقیقه دیگه تفتشون میده. تیکه های مرغ رو هم که با نمک و فلفل و زردچوبه حسابی مالونده قشنگ سرخ میکنه تا طلایی شن. بعد به پیازها اضافهشون میکنه. رب گوجه فرنگی هم که باهاشون تفت داد و عطر و رنگ ربش در اومد، از توی باغشون گوجه محلی میچینه و خوردشون میکنه توی تابه. گوجه ها هم که نرم شدن، یه استکان آب جوش میریزه روشون و میذاره خورشت قشنگ جا بیفته و به روغن بشینه. یه رب آخرم آبگوره یا آب نارنج میریزه توی واویشکا و تازه برای کنارش هم سیب زمینی سرخ میکنه. آخ نگم براتون که عجب چیزی میشه این خورشت اصیل گیلانی کنار برنج کته و سیر و زیتون و ماست و تازه باقالی هم نداشتم. شما هم حتما امتحانش کنین و بهشت زیر دست آشپز هاست و بس نوش جانتون.